دوستان عزیزم سلام. بیایم با هم زود تندسری یک کباب خیلی خوشمزه و خوشگل رو توی مایتابه درست کنیم. فقط مواد لازمش رو حتما زیر این پست ببینین. اول پیاز رو رنده میکنیم و آبش رو میگیریم و به گوشت چرخ کردمون اضافهش میکنیم. یه دونه فلفل دلمه‌ای رو هم رنده میکنیم و میریزیم قاطی موادمون. یه ذره هم آب لیمو بهش میزنیم و با نمک و فلفل و زردچوبه موادمون رو مخلوط میکنیم و بعد چند دقیقه خوب ورزش میدیم تا کاملا یک دست و منسجم بشه و میذاریم تو یخچال 1 ساعت استراحت کنه. تو این مدت پیاز رنده شده رو تفت میدیم تا طلایی بشه. بعد بهش رب گوجه فرنگی اضافه میکنیم و عطر رب که بلند شد گوجه های رنده شده رو میریزیم توش و تفتشون میدیم تا آب گوجه کشیده بشه. بعد بهش نمک و فلفل و دارچین اضافه میکنیم و در آخر زعفرون هم میریزیم روش و اینم از سس خوشمزه کبابمون. حالا فلفلای سبز ترجیحاً تندمون رو با سوزن چند تا سوراخ میکنیم، گوشت رو میپیچیم دورش و بازم میذاریم نیم ساعت استراحت کنه. بعد دور تا دورش رو توی روغن سرخ میکنیم تا خودش رو بگیره و آخر سرم میذاریمش توی سوسی که درست کردیم تا حدود نیم ساعت با در بسته بپزه و اینم از کباب جذاب ما با یه سس گوجه خیلی خوشمزه که امیدوارم حتما درستش کنین و لذتش رو ببرین و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس. میشه جانتون.